رکورد ها همین کارو. بنال خیلی وقت ننالیدم. 3 2 1. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه با کانال امیرجان. بالاخره بعد از اینکه امتحان تموم شد این داستانا تصمیم گرفتیم که یه چیز خفنی براتون درست کنیم و دارم لیز می‌خونم. یه چیز خیلی خفن و خیلی کار زیادی اینجوری پیشبری از کادر خارج میشید. آره. و آره امتحان تموم شد و ما تصمیم گرفتیم ویدیو رو بگیریم بالاخره. خواستم بهتون بگم که توی این ویدیو همونجوری که تو تامنیل و تایتل این چیزا دیدین میخوام مارشملو درست کنم. خب میخواد مارشملو درست کنه و آره لایک و کامنت و سابسکرایب و این داستانا یادتون نره. و قبل از اینکه بریم بهتون بگم که کانال سابسکرایب کنید چون که یه دونه ولاگ امتحانات در انتظار کونه که داره میاد و یه بازی خیلی باحال که بازم ستایی رکورد کردیم با این کیمارسی که داره میاد و آره دیگه. پس لیتس دایو. بچه‌ها من این رو خیلی وقت پیش یکی از حدود 5 سال پیش یکی از دانش آموزام میخواد بگه معلمم قرار بودش که هر کسی یه چیزی درست کنه و مارشملو درست کنه ولی برای اون خیلی شل شد و بسته نشد و خیلی ساده‌ایه، همش کاملا مزه اونایی میده که تو بیرون خوردید. دست برد امیر. پس بریم که بهتون توضیح بدیم. بچه کلا چند تا چیز بیشتر مواد کافی و لازم. مواد لازم: نشاسته ذرت. بیار بالا ای وای. نمیخواد، میتونید بهش نارگیل بزنید و اینکه کاسه ژله هر طعمی که دوست دارید و شکر. یه کاسه دیگه. یه کاسه دیگه. خب این یکی چیه؟ لیوان و یه لیوان دیگه. این یکی‌ها؟ چرا یه لیوان دیگه آوردی؟ الک شاید براتون جالب باشه که چون از هر چی 2 تا داریم. چون ما از همه چی 2 تا داریم. خب بچه‌ها من خواستم احمد یه لیوان واسه من بریز. ولی فکر کنم این سری جدا از هم درستش کنم. البته احتمالاً خیلی بهتون بلدید که چجوری باید درستش کنید. عوضی واسه من بریز. قشنگ جوش اومده؟ نه خب جوش نیومد. بهش گفتم آب واسم بریز رفته واسه خوش عوضی. خب یکی بچه اگه داشتید 2 تا یکی برسه به جا. بچه اگه داشتید 2 تا با هم انجام میدادید حواستون باشه که وسطش یعنی وقتی آبجوش رو ریختین اون یکی رو دیرتر کلا استاد بزنید چون که ساکت شو خودشون میفهمن. اونایی که باید بفهمن میفهمن. خیلی جوری مهمونی که یکی از اگه 2 تا انجام میدید یکیشو دیرتر شروع بکنید به خاطر اینکه چون آب کمتر توش میرزیم ممکنه سفت بشه. به خاطر همین یه جورایی اون یکی رو خیلی بعد دیرتر شروع. اگه شما هم مثل من نفهمیدید ادامه ویدیو رو ببینید تو ویدیو میفهمید. خب واسطیم آب جوش بیاد. احمق خب مهم نیست. این تیکر نذاریم. خب بچه‌ها آب جوش اومده دیگه من انجام میدم. یکم دیگه مونده بجوشه. خب چیکار کنیم بگو بچه فرد شما کار بکنید. همزن برقو داریم؟ مگه من تو ویدیوش به شما دخالت کردم پشت صحنه بودم. غلط کردی کارا مال منه بابا. من دوست دارم که کمکتون نیاز داشته باشم. خب سالو. چقدر بدمزه است. من هیچ وقت خالیشو نخورده بودم. نخورید. بچه‌ها پودر ژله. خب بچه‌ها این که شکر چقدر بریزید یا اصلا بریزید یا نریزید کاملا یه چیز سلیقه‌ای هستش ولی من اون سری که 2 قاشق نصف ریختم فکر کنم میتونم تا 3 قاشق بریزم چون که مثلا توت فرنگی یکم ترشه. طالبی رو تا حالا درست نکردم ولی مثل این که 3 قاشق حدودا دیگه تهش یعنی بیشتر از 3 قاشق نباید بریزید. سارا این خود دیابته. وا من 2 تا قاشق میریزم. آفرین 2 تا بریز. بچه‌ها بعد نصف میتونی اینو پر کنی. بیا اینو پر کن. بچه‌ها 1/3 لیوان یا نزدیک به نصف. با چی پر کنم خب؟ اینو عوضش کم کن. نمیدونه کدومه. احمق اون زیاد میشه. اسکل. همین یه متیسار داره آبجوش میریزا پتو بیاریم بر. اسکل این ور زیاد میشه. احمق کم شد. وقتی کمش وسط کن. زیاد وسط هر وری کم میشه. خب بچه‌ها این که میبینید مثلا الان فکر کنم از 1/3 یکم بیشتره ولی فکر کنم اشکالی نداشته باشه. چشت گوشی‌ها داره. یک دومه. ان شاءالله که درست بشه. خب بچه‌ها یکم همش میذاریم ولی همونطور که میبینید هم
خیلی نمیتونن ببینن. همونطور که میدونید گفتم اولا چون بچه‌ها بدون ندیدن میفهمن، فقط شما دو تا که به دیدن نیاز دارید. هم شکرش حجمش زیاده، هم ژلش حجمش زیاده، پس به خاطر همین الان فقط یک کوچولو همش بزنید، بعد بذاریدش در بخار آب جوش. چی؟ بخار آب جوش توضیح میخواد؟ اینا بزن تو. بچه توی این مرحله آبجوشو میذاریم روی آبگرم. چی؟ نه ژله رو می‌ذاریم روی بخار آب جوش کتری تا بترکه. بیایید ببینم. بیایید دوربین زومه. آره زومه. بیا 5 دقیقه حرف نزنیم. برو الان چیزی بیا همدم رو بیار مهدی. برو بیا تو. بچه ها میخواستم اینا رو بذاری، میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم چون من اینو نمیدونستم. فقط حواستون باشه که که احتمال شما میدونید، حواستون باشه که اگر هر ظرفی رو برداشتی ظرف داغون نباشه بعد بذاریدش روی آبجوش رو بترک، یعنی ظرف الکی نباشه، ظرف کیفیتش بالا باشه دیگه. بچه الان این آبجوشه رقیق شده، لازم نیست ببینید، فقط حواستون باشه که رقیق باشه. خب الان اینو باید بزنیم اندازه این که چکیشونی ها. فارسیش تموم شد، منظورش شفاف باشه. خب یکی فریزر در بیار توی وسط نصفش رو. بچه ها اینجا خیلی سخته و خیلی طول میکشه. با همزن دستی هم میشه این کار رو انجام داد، ولی با همزن برقی هم خودش کلی طول میکشه. همزن دستی هم قاشقه؟ واقعا نمیدونم چجوری باید ببردم. بده من بابا اسکول. بابا من این میخوام از کلمه اسکول استفاده نکنم. اسکول. بده من بابا اسکول. من فهمیدم. دقیقاً. اسکول آخرش ببینید. درسته؟ نه. بر نمیگم. بچه‌ها ببینید ناکنید کف کرده. شما باید به این حالت کف برسید. بیا بابا خیلی مونده اونا. زیرش هنوز نکفیده. زیرش باید بکفه؟ خوب نشون ندادم بچه‌ها. نمیتونم خوب نشون بدم بچه‌ها. اسکول الان میریز کف. بچه بعد به این شکل برسه. خب بچه‌ها ببین به خدای نیم ساعتی طول کشید، من داره خوابم میبره. بیار بالا همزن داغ کرده. تقریبا میشه گفتش یه 21 دقیقه‌ای وسط خیلی زیاد اینو اینجوری هم زدیم. این دوتا رو که مثلا این یکی که همزن اون یکی به همین پروسه هستش، ولی باید حتما کف چیزو یه قاشق هم بیاد کفشو آرد بزنید، یا اینکه نشاسته زورد ببخشید، یا بعضی نارگیل میزنن که خب نارگیل احتمالاً باحالش چی خیلی باحالش میکنه؟ نارگیل. گفتید نارگیل. خب حالا من کفشو میزنم بچه کلا از اینجا به بعد هر جایی که بخواید اصلا جدا کنید چون برای چسبناکه دیگه، شما باید از این چیزه بزنید. به خدا اومدی بچه‌ها نشاسته ذرت رو ریختیم کف نایلون. نایلون انداختیم کف ظرف. کف ظرف اون کف میکس. حالا بچه‌ها اینو خالی میکنید اینجا دیگه. البته ظرف ما یکم بزرگتر فکرم برای یه دونه ژله از ظرف کوچیک‌تری بیارید، ولی اینو خالی میکنیم اینجا به این شکل. چه باحال، من ندیدمش. می‌بینید بچه‌ها چی میاد پایین؟ مغازه بخرید. بچه‌ها اینو بگم که مزه‌اش هیچ گونه فرقی با مزه مارشملویی که بیرون می‌خورید نداره. اصلا همین بیرون بخری خیلی بهتره. خب نه خیر خودتون درست می‌کنید بهتره. نه کلی وقت میبره. مرا پرتقال دهید. پرتقال اورنج میدن. اورنگه. پرتقال بده. بچه‌ها اورنگو دیدن. گوشیت میفته. گوشی خودت میفته. مرا خب پرتقال. بچه این دیگه میذاریم کنار برای بعدا که شسته بشه. خیلی اطلاعات مفیده. پرتقال میخوام. پرتقال. ببر اونو ببر. چه پرتقال بالاخره پرتقال. چند تا بچه پرتقال هم داره. نمیخوام.
نمیخوای بچه پرتقال نمیخوام بچه این شکلی شد. بیا جلو بیا. بچه این شکلی شده. آفرین الله. برو. خب میریم میذارمش توی یخچال. میبوزش توی یخچال. بودو بریم بعد درست. خدا رو شکر قیافت معلوم نبود. بودو بذارش توی یخچال. خودت داری میری بذار دیگه. بچه ما الان باید خیلی سریع بریم روی بعدی. بابا این پرتقالش من از کجا باز بشه؟ اینو اینجوریه. من این پرتقال باید باز بشه، گاز بزن بره دیگه. اما بذار یخچال. What the fuck. خب بچه دوباره 2 قاشق. 3 قاشق ولی بود. 3 قاشق بود. نه این شیرینه، 3 تا نمی‌مونه. به خدا 3 تاریخ خبریه رو. فیلمش هست گفتی 3 تا. گفتم نهایت. گفت 3 تا 2 تاریخ. اسکله. واسه من نه. سر چیکار داری می‌کنی؟ نه. همینقدر. اون سری کمتر بود. اون سری کمتر بود نه. میدونی به روزی که همه رو قضاوت میکنه چی میگه؟ جاج رود. چی؟ بذارش اینجا. من برای تو گوش نمیدهم. سوخت. خب همش میزنیم تا اینکه رقیق شه. ببخشید شفاف شه. دل من قفل شده با معطل یکی دیده، یکی اونو داشتی دو رفته ببینم اونو که دیده. صدای پنهونی داره پنهونی. کی اورنج میخوره؟ بیا. نه پرت که نه دیگه. بچه من زیادش میکنم آمده شاید ای؟ یه ذره گوشو سریع‌تر بزن که نیفته. 1 2 شفاف شه. 3. موسیقیگانه بود وایسا. توی آینه خودتو ببین چه نه. اینی چه شرمزه این ستاره شد؟ آره اونو میخوام بگم. چی؟ ولی بلد نیستید. کدومو؟ واسه همین اگر بلد نیستید انجام ندید. تکلیف عشق اونو به هم بگید که بدونم. سلام بچه‌ها. خدافظ. داریم میریم دوباره همش بزنیم. برو دیگه. خدافظ فعلا. مردی. برو اینقدر. بچه‌ها در اینجور مواقع شما باید دور بایستید که نپاشه. ولی میپاشه. آرام. من بدم به تو. میخواستم شما رو تو با این صحنه تنها بذارم با این مردی، ولی میبینم که بسه فعلا بدرود. بچه‌ها الان میخواستم در مورد این صحبت کنم که غلظتش این شکلی میشه دیگه. نگاه کنید. البته بعضی هم سفت‌تر میشه. آسمون زر نشستم زده کفشان نشسته ذرت گفتیم قبلا. بعد اینو برمی‌داره اونجا میبره اونور میذاش توی یخچال و به مدت طولانی باید صبر کنه تا کارش اجرا و عملی بشود. بیارش بالا. خوبه؟ آره. بچه این تیکش گوله شده مثل بقیه جا صاف نیست نمیدونم چرا. میذاریمش تو یخچال فردا برمیگرد و میبینیمتون. بله. خب بچه‌ها ما داریم میریم تنهاشون بذاریم. خداحافظ. خب سلام بچه‌ها. سلام. اینا رو نشون بده تو پیندنی اصلا این دوتا رو یکیشون. امروز فرداست دوستان. این یکیشه. اینا اون یکیشه بچه‌ها. ماش. خب حالا وقتی که میخواد ببریدش بچه‌ها بهتره که چاقوتون روغنی کنید یا اینکه بزنیدش توی این الان داشتم می‌پرسم این واسه چیه؟ نشسته زرت. نشسته ذرته اون بعد خیلی میچسبم و حواستون باشه دیگه ولی در کنیم باز شده خراب بس درش کنیم بیرون این برادر عزیزی بکنم اینجوری کلا راحت اینو در بیارم. و اینکه چون شبیه مارشملو قشنگ
یه ذره بویدنش سخته. از دستات استفاده کن. وایسی وحشی. ببرم. همون ستی که کن بزنیم دیگه. آره دیگه همین تیکش میکنی اسکل خب نفر یه دونه بچه ما چون قبلا توت فرنگیشو خوردیم می‌خواستن الان اول طالبی رو من توت فرنگی ترجمه کنیم ترجمه کنیم. امتحان کنیم. ببینید بعد نشون بده چقدر نرمه. بافتش کاملا بذارین اینجا معلومه. گوش دستم کوش. ببین بافت اسفنجی داره ببین. اینجوریش می‌کردی. اینجوری نکن دون هواش بزنیم. کن بچه‌ها. اونم معلوم باشه. خب. پس تا ورود چیز بخشید. بچه یادتون نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، نظر بذارید. تا درود دیگر بدرود. چاکس.